خب الان 6 صبح و من دارم اولین ویدیو چنلمو ضبط میکنم بعد از اینکه حداقل 2-3 سال تو فکرمه که بیام تو یوتیوب، ولی خب هر دفعه یه بهونه باعث میشه که انجامش ندم، ولی این دفعه انجامش دادم. من چند وقتیه که سردرگمم بین این که درباره چی صحبت کنم و موضوع چنلم چی باشه. من خب چند تا رشته رو دنبال میکنم، یکیش معماریه، یکیش موسیقیه و جدیدنم به مدیریت علاقه‌مند شدم و هی سردرگم بودم، گیج بودم بین اینکه کدومشو به قولی نیش قرار بدم برای اینکه موضوع چنلم بشه و درباره همون موضوع کامل صحبت بکنم. ولی بعدم فهمیدم اصلا موضوع چیز دیگه است، یعنی میتونه با یه روش دیگه این انجام بشه. معمولا همه میگن باید یه نیش انتخاب کنی، یعنی یه موضوع مشخص و هر چقدر این کوچیک‌تر باشه و تخصصی تر باشه مخاطبای دقیق تری پیدا میکنی و راحت‌تر جلو میری، راحت‌تر راحتو پیدا میکنی. ولی خب این برای من صدق نمیکنه، برای من که چند تا رشته رو دنبال میکنم و اینجوری هم نیست که بگم فوکوسم فقط روی یکیشه و بقیه به صورت تفریحه. نه، همشو به صورت تخصصی دنبال میکنم و 2 هسته اصلیش هم معماری و موسیقیه که من از 15 سالگی دارم آواز ایرانی کار میکنم. دل بردی از من به یغما، دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من، ای ترک غارتگر من. و همزمان گیتارم کار میکنم. گیتار بیشتر تو قسمت آهنگسازی و ساخت موزیک و جدیداً ساخت موسیقی ایرانی. دل گمراه من چه خواهد کرد با بهاری که میرسد از راه، یا نیازی کنگ میگیرد. دارم به کار میگیرم. برای من اینجوری بود که باید یه روشی باشه که این چندتا رو بریزم توی یه سبد و با اون پیش برم، تا اینکه با مفهوم you are the niche آشنا شدم. به جای اینکه یه نیش رو انتخاب کنی، خودت اون نیش میشی. خودت با تمام استعدادات، با تمام علاقه‌هات، تجربه‌هات میشی اون نیشی که مخاطب تو رو دنبال میکنه و میخواد ببینه تجربه چیه، حالا تو هر رشته، هر تخصصی که دنبال میکنی یا اصلا توی زندگیت. یعنی شاید یه تجربه عمومی باشه. مثلا برای من اینکه چطور خواب شبمو تنظیم کردم که خیلی از مهمترین اتفاقاتی بود که این مدت برای من افتاد و همین دلیلی شد که الان چند روز من ساعت 4:30 صبح بلند میشم و میرم ساحل، قدم میزنم، هوای تازه رو نفس میکشم و کلا چیز باحالیه. حال میده این که صبح زود بلند بشی و مخصوصا تایمی که هر کسی جرئت نمیکنه بلند بشه و در کل حس خوبیه. اینکه خواب تنظیم بشه اول و اینکه بعد صبح زود بلند بشی و مغزت با اون هوای تازه فرش بشه، خیلی حس خوبیه. وقتی میگن تو یه نیش رو انتخاب کن، برای من اینجوریه که انگار میگن یه بخش از خودتو حذف کن و فقط درباره یه بخش دیگه صحبت کن. و این مشکل بزرگیه برای من، برای اینکه بدونم چه صحبتی قراره بکنم تو این چنل. میگن تو میتونی یه میشن یا مأموریت برای خودت تعیین کنی، هم برای خودت هم برای چنل یوتیوبت، که این مأموریت میتونه چند تا نیش توش باشه و در کل اینجوری میشه که تو میشی نیش کانالت و
تو میشی اون موضوع اصلی که دربارش صحبت میشه، که حالا تقسیم بندی های مختلف داره دیگه. برای من میشه معماری، موسیقی، تجربه های شخصی، صحبت هایی که شاید مثلا در روز بهش فکر کنم یا چند ماه بهش فکر کرده باشم و این از تو سرم نرفته باشه بیرون و بخوام یه جایی اینو ارائه بدم که چند نفر دیگه هم بهش گوش بدن یا بهش فکر کنن. این میشن بیست رفتار کردن و رفتار بر اساس مأموریت تو چنل باعث میشه که به جای اینکه به یه تخصص یا یه عنوان یا یه اسم فکر کنی، به این فکر کنی که اون چند تا کاری که انجام میدم هسته اصلیش چیه. برای من هسته اصلی کارام خلاقیته و اینکه یه چیز جدیدی رو خلق کردن. چند وقتیه به این نتیجه رسیدم خلق کردن یه چیز جدید از صفر هم نیست. یعنی یه سری تاریخچه رو، یه سری تئوری ها رو، یه سری تجربه ها رو باید بخونی، این توی ذهنت پردازش بشه و بعد خلاقیت تو و ناخودآگاه تو میاد تو کار و از اینا یه ترکیب جدیدی در میاره. و هر چقدر تو گذشته رو بیشتر مطالعه کرده باشی، آینده جدیدتر و پیشرفته تری میتونی بسازی. یه موضوع دیگه که توی مأموریت من هست و تا الان زیاد بهش فکر نکرده بودم، تا الان انجامش میدادم ولی الان میبینم که وجود داشته و من بهش زیاد دقت نکردم و اونم مسئله کانسیستنسی یا پیوستگی بهش بگیم، که تو یه کاری رو انقدر انجام بدی که ناخودآگاه دیگه اون کار خوب انجام میدی. یعنی ممکنه 1000 بار بد انجام بدی و یهو میبینی 5 بار انقدر خوب انجامش میدی که اون 1000 بار جبران میشه. و اینو من توی قطعه های بداهه‌ای که با گیتار میسازم، معمولاً بین 1 تا 2 دقیقه است، تجربه کردم. من سالهاست اینا رو میسازم و اصلا یه چیز اتوماتیکی بوده، یعنی چیز ناخودآگاهی بوده که من شروعش کردم و این ادامه پیدا کرده. اینا رو مثلا به صورت نمونه گذاشتم توی پیج اینستام و بعد به ذهنم رسید که اینا رو به صورت آلبوم بکنم، آلبوم‌های کوچیک، و شماره زدم همه اینا رو. مثلا گفتم اسمش هم گذاشتم گیتار دایری، خاطرات گیتار دایری شماره 1 تا 10 مثلا. این خودش یه ترک 3-4 دقیقه‌ایه مثلا و الانم فکر میکنم 2 تا آلبومی که باهاش ساختم نزدیک 102 قطعه شده، قطعه 1 تا 2 دقیقه‌ای، و یه سری دیگه هم بهش اضافه شده که حالا تو آلبوم سوم اینا رو ارائه میدم. یه مثال دیگه هم توی معماریه. یعنی معماری اینجوری بود که من رفتم دانشگاه، آشنا شدم با این رشته و بعد دیدم چقدر میخوره با اون طرز فکری که از بچگی داشتم و چیزی که دنبالشم. و این بعد از دانشگاه هم ادامه پیدا کرد. من رفتم سر کار، بعد خدمتم ادامه پیدا کرد. من رفتم ارشد قبول شدم دانشگاه شهید بهشتی تهران و بازم رفتم جاهای مختلف تو تهران کار کردم. یه سری پروژه خودم تعریف کردم توی پیج شخصیم، پیج پرپاد استودیو، که اونجا گذاشتم و اونم اینجوری بود که هی امتحان میکردم هی میذاشتم کنار، هی امتحان میکردم هی میذاشتم کنار و این هم خودش شد یه پیوستگی که رها نشد و یه سری چیزا برای من بهم داد که اینا طی یه مدت کوتاه یا یه جرقه‌ای که بگی آقا سری من این کار رو انجام بدم بعد ولش کنم نبود. یه پیوسته
اینا جمع شد و اینجوری شد که من دیدم دیگه نمیتونم این رشته رو ول کنم، باید ادامهش بدم و من تصمیم گرفتم مأموریت این دوتا رو با هم ادغام کنم و بیارمش تو این چنل. آدمایی که شبیه منن، معماری رو تخصصی دنبال میکنن، موسیقی رو تخصصی دنبال میکنن، یه سریاشون هم شاید دقیقاً مثل من هر دوتاشو با هم تخصصی دنبال میکنن. تجربه هایی که داشتم حتی تو زندگی شخصیم که شاید هم به این دوتا در ظاهر ربط نداشته باشه ولی در باطن ربط داره، اونا رو بیارم درباره اونا صحبت بکنم. خلاصه چیزای منفی، چیزای مثبت، کارهایی که باید بکنیم، کارهایی که نباید بکنیم و هر چیزی که ممکنه بالاخره شاید به 1000 نفر، به 3 نفر کمک واقعی بکنه، همونجوری که من ویدیوهای آدمای دیگه رو دیدم و واقعا به من کمک کرد تو زندگی، چه تو اینستاگرام، چه تو یوتیوب، چه ایرانی چه غیر ایرانی. مخصوصا تو یوتیوب من یه سری چیزا رو یاد گرفتم که تو زندگی واقعی بهم کمک کرده و هدف منم اینه که شاید بتونم با ساختن ویدیو همین کار رو برای یه نفر دیگه هم انجام بدم. یه موضوع دیگه که به مأموریت من اضافه شد برای ساختن این چنل این بود که من دیدم اصلا خوشحال نیستم و حس کردم که ساختن ویدیو و صحبت کردن درباره مشکلاتم یا تجربیاتم که باعث میشه کمک کنه به یک نفر یا چند نفر، این حال منو خوب میکنه احتمالاً و اینم شد جزئی از مأموریت من که دنبالش خواهم کرد. خلاص اینکه اگه تو هم بین چند تا علاقت گیر کردی، نباید دنبال این باشی که یه نیش رو دنبال بکنم. از همه اونا یه مأموریت برای خودت بساز که این مأموریت رو بیای پیاده کنی، حالا روی چنل یوتیوبت یا توی هر پلتفرمی که کار میکنی و درباره اون محتوا بسازی. میدونم این اولین ویدیو منه و من احتمالاً هنوز اونقدر مثل ویدیوهایی که دیدم صحبت نمی کنم، ولی خب همینم خوبه دیگه، بالاخره اولین تجربه است و معمولی انجام دادنش بهتر از انجام ندادنشه و اولین توصیه منم به شما اینه که بعد از این که مأموریت خودتون رو تعیین کردین و حالا میدونین که درباره چی ویدیو بسازین، فقط بسازین. مثلا من که الان دکمه استارت رو زدم و فقط دارم صحبت میکنم، اصلا به این فکر نمی کنم که حالا لحنم خوبه، حالا زاویه‌ام خوبه، حالا نه، به این چیزا اصلا فکر نمی کنم. اول بسازم کارمو ارائه بدم و بعد کم کم بهترش بکنم. امیدوارم بتونم این مأموریت رو خوب ایجاد کنم تو این چنل و حداقل شده به یه نفر کمک بکنم. میبینمتون.